خب دوستان گرامی، اومدیم تو اینجا بهتون یاد بدیم چجوری میتونید فری فایر هک رو نصب کنید. که بگم نگید چرا خودت الان نمیری نصب کنی و چرا فقط میخوای آموزش بذاری. انقدر من قبلا ویدیو چیت گذاشتم یه حوصله ندارم برم چیت بزنم واقعا، یعنی جدی دارم میگم. و اینکه من چون که پی سی هستم و با کامera دارم ویدیو میگیرم، مثلا نمیتونم رو موبایلم بریزم روی پی سی نمیدونم فری فایر مکس فری فایر هک هست یا نه، ولی حالا من آموزش دانلود رو موبایلش الان میدم، میتونید رو پی سی هم دانلود کنید. من الان نت هیچی ندارم برام میرید اینجا می نویسید فری، اصلا خیلی راحت، فری فایر مود شده هم میتونید بنویسید این هک. تمام. بذار اینم فری فایر هک زدین اصلا تصویر من میاد. با راستی ویدیو رو حذف کردم، قبلا میزدم فری فایر هک تصویر خودم میومد. خدا مهم نیست آقا. اولین سایتی که میاد قطعا بچه اینجا ویدیو شده رو نشون میده که مثلا میتونید اینجا هک کنید و فلان. واو بچه میدید چقدر همه انیمی هم داره نشون میده. خب دیگه بچه زیاد نمیتونم ویدیو نشون بدم دیگه، ممکن آپارات گیر بده. فقط خواستم بهتون نشون بدم که واقعی خودتون میتونید برید کلشو نگاه کنید، من نمیتونم کلشو نگاه کنم. برای نصب بازی، ابتدا فایل نصبی بازی اینا رو من خودم میدونم، همینجا میخونم که خیلی بهتره. نصب کنید ولی اجرا نکنید. نگاه کن داره میگه فایل بازی رو نصب کنید ولی اجرا نکنید. بعد از دیتای بازی رو دانلود کردید پوشی، من خودمونی میگم، میرید توی پوشه اندروید و پوشه OBB یک پوشه به اسم این فری فایر ساخته و فایل دیتای بازی رو دارین پوشه. بچه نگاه کنید، میرید اینو نگاه، میاد اینجا تو سایتی که من لینکش رو هم زیر ویدیو نمیذارم، باید بیاید تو سرچ کنید فری فایر هک، برید توش، میاد اینجا میذاری کپی، میری همینو توی فایل اندرویدت که من حالا دیگه این کارو همه بلدن، میری توی پوشه اندروید توی پوشه OBB میسن یه فایل به این اسم میسازی. بعد فایلی که اینجا میای دانلود میکنی این فایل نکنید یه نسخه آره میای اینجا دانلود میکنی. آقا تو سایت دومی که من این سایت فری فایر هکمو دانلود میکردم، اینجا خیلی آسان تره به نظر من. بیاید اینجا، میایید اینجا اینو دانلود میکنید، بعد اینم دانلود میکنید. خب این فایل اولی که باید من خودم چیت دارم، مثلا نیاز به چیت ندارم. خب میاد اینجا اینو دانلود میکنید، نصبش میکنید ولی اجراش نمیکنید. اینو دانلود میکنید بچه، یه فایلی بهتون میده که این فایل رو یه فایلی بهتون میده که این فایل باید تو گوشه اندروید و OBB، یعنی میری تو اندروید میری تو OBB اونجا استرک نمیدونم چی میگن رو استخراج میکنی و تموم، میری وارد بازی میشی و حالشو میبری. خب دیگه بچه دیگه از همه چی گفتم، این ویدیو رو لایک کن جان من لایکش کن. دمت گرم که اصلا ویدیو رو نگاه کردی و تا ویدیوی بعدی خداحافظ.